سلام آقا، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم یه سری سوروایول شروع کنیم. از بدوارز بالاخره کشیدم بیرون و آره دیگه، خلاصه اسمی هم هنوز براش نذاشتم و شما تو کامنت ها بگید که اسمی براش بذارم و همین دیگه. بریم که شروع کنیم. واقعا اینم از چوب، یه کرافتینگ و یه چند تا استیک. میایم یه کلنگ میسازیم، میریم داخل. خب حالا گفتید اگه به چی نیاز داریم به غذا، پس بریم یکم حیونا رو نجاتشون بدیم. پشمام بچه ها، بی جان خودم سید نزدم. پشمام مگه حاجی اصلا لب دریا ویلیج. اوه اوه دو تا بلک اسمیت داره این ویلیج. ای خدا، دو تا بلک اسمیت داره. اپسید. وای بچه ها، به این میگن قدرت سفیدی من. اصلا پشمام ریخت. خب بریم حیوانای این ویلیج هم بکشیم یکم. خوبه، بریم داخل این خونه. اینا هم خوبه، ولی بازم هنوزم خودم باورم نمیشه اینقدر الان. خب آقا، این فعلا بشه خونه موقت ما. آره اینم بذاریم اینجا. من چرا اینو کندم باید گذاشتم. کم اینا بذاریم توش، خرد و پرتامونو بریزیم اینجا. همشو بذار دیگه، میریم میکنیم. خب آقا اینجا هم که کندیم و دیگه اصلا به چوبم به راه نصفشم میذارم اینجا. غذاها هم بده. خب الان پلن چیه؟ ما من کلنگم رو گذاشتم. الان پلن چیه؟ الان که ما این ویلیج ها رو تقریبا لیسیدیم، حالا قراره بریم چیکار کنیم؟ غذامون هم که تقریبا اوکیه. الان قراره بریم یکم ماین کنیم در حد فول دایموند و یه جای بیس رو پیدا کنیم و یکم دور و برمون رو بازم بگردیم. اینو نگاه، رفتمون تو. چی میفروشی؟ ناکبک دو. کلا میبینید سفیدی میباره. این حیونا هم هرچی میبینم میکشم دیگه. اوه خبری نی. چکار کنیم؟ مثلا فکر کن یه ویلیج دیگه پیدا شه. الان فکر کن یه ویلیج جلوم ثبت شد دیگه. اصلا نه، انم نریز برامون. داره شب میشه و من بد نرم، پس مجبورم برگردم ویلیج.
مثل این که قرار نیست برگردم ویلیج. آره اینم از یه تخت. اوه ببینید چی پیدا کردم. ببینید چی پیدا کردم. الله وکیلی نگاه کن. نگاه کن ناموسن نگاه کن. اصلا دلت نه جدی شما بودید دلتون میومد اینو لوس نکنید. 100% که دلتون نمیومد. به داداش گلم. آخی خب بریم یکم آیرن بکنیم. اوه 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 کمک کمک. آخ 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 نه 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 تو نه تو نه تو نه. چقدر بده این کیوه. بازم صدا زامبی میادم. اصلا یه دقیقه در امنیت نیستیم. یس آیرون. اوکی اینم از تورچ. اگه نیفتم تو لاوا. اینا یس آیرن زیاد. بازم آیرن. اوه اوه چه خبرتونه؟ این دورمورا هم هنوز هستن. اوف پشمام تا یه قدمی مرگ رفتم. قشنگ زامبی ویلیجر اومد. اوه عجب. خب آقا باز صبح شده. چیه صبح شد و بریم به اوه اوه
بترک. پشمام. اینو بره. اون طرف پرم. غذاهام داره تموم میشه و بعد هرچی زودتر برم بالا یکم زغال بکنم دیگه، چون هم برای پختن میخوایم هم دوباره ما 100% میخوایم بیان قراره آیرن. لامصب نازش حرف بزنم پوفی. عجب. خب آقا بازم بلاک کندیم. من چرا دارم فسفیریج میزنم؟ ریدی آقا من اومدم از قور بیرون اینو دیدم. تو کامنت ها بنویسید سفیدتر از منم وجود داره. نمیدونم آقا، من به خدا من سید نزدم. علی اینجا داره. اوه داداشمونم که آره مرسی. قفس ساختم بعد توش هیچی نیست. اینجا چرا کابلستانه؟ علی بیا علی. وای خب بچه ها وضع من خیلی خوبه. آره علی جان فرار کن. علی جان آقا علی نه سرس. اومد داداشمون اومد. داداش اومد. تو هم بمیر. نه اوکو بگو که رسیدم. آره
دوباره همون ریلی. آها بذار بخورم. یام بگو. اوکی این شوبا رو بده. کرافتین تیبل چرا خونه من نداره؟ سنگ ندارم برای فرنیس. فعلا همینه که اسموکر میسازم چون غذا نیازه. اونم اوکی میکنیم. البته بریم یکم سنگ بکنیم از یه جا. خوب آقا بریم. دو تا فرنیس هم برای اینا میسازیم میذاریم اینجا. اینو میذاریم سیکتیر کنیم تا یادم نرفته. بریم دو تا از این ویلیجر هم زندانی کنیم که بعدا همشون نمیرم بعد بدون ویلیجر زنگوله اینا هم خوبه. این 2 نفر این علیه هم ببندم فرق نکنه. بیا اینجا. اینجا میراندمش همینجا. نمیدونم ما با هم میزننش یا نه که فکر نکنم، ولی خب یه کاری نمیشه. این چرا 2 تا تاور ساختم؟ اینا میذاریم زاپاس باشه دیگه. اینا از این ویدیو بود. امیدوارم که لذت برده باشید. این پارت رفتیم یکم دور و بر رو گشتیم و یه پیلیجر پست و آیرندی شدیم و اینا، و پارت های بعدی قرار کلی کار خفن بکنیم. پس حتما چنل رو ساب کنید و نوتیف هم آن کنید که اولین نفری باشید که اون کار رو میبینید. تا پارت بعدی فعلا بای بای.